در این هتل 80 مرگ مختلف اتفاق افتاده. پلیس هنگام بررسی دوربین‌های هتل الیسا را در آسانسور می‌بینند. فیلمی که می‌بینند همه را وحشت زده می‌کند. درود به همه. امیدوارم روز خیلی خوبی رو سپری کرده بوده باشید. من دانیال و این ویدیو جدید یوتیوبمون. قبل از شروع ویدیو بگم که بچه‌ها سبک ویدیوها رو از ویدیو دیدن و ریاکشن رفتن به داستان‌های جنایی تغییر سبک دادم. امیدوارم این موضوع براتون جذاب خواهد بوده باشه. لایک و ساب یادتون نره. بدون صحبت اضافه‌ای بریم ادامه ویدیو. 12 سال پیش در 28 ژانویه 2013 الیسا لم دختر جوان ونکووری به لس آنجلس رسید. او از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بود به لس آنجلس سفر کند. با شور و اشتیاق عازم این سفر شد. اما نمی‌دانست این سفر بازگشتی به همراه نخواهد داشت و قرار است پایانی دردناک و هولناک برایش رقم بخورد. پایانی که تبدیل به یکی از معماهای بزرگ در سال‌های اخیر شده است. الیسا لم از ونکوور راهی آمریکا شد. شاید انتخاب هتلش در لس آنجلس در رقم خوردن این سرنوشت بی تاثیر نبود. در دهه 1920 در لس آنجلس سنگبنای هتلی گذاشته شد که سیسیل نام دارد و در آینده موجب جنایت‌های بسیاری شد. این هتل در منطقه اسکید رو قرار دارد. این منطقه به خاطر رکود اقتصادی آمریکا در دهه 1930 الی 1940 به یکی از مناطق فقیر لس آنجلس تبدیل شد. محلی پر از جرم و جنایت‌های هولناک که شنیدنش لرزه به تن هر کس می‌اندازد. در نتیجه این اتفاق‌ها هتل سیسیل پس از مدتی کوتاه به خاطر اتفاقاتی مانند مواد فروشی، خودکشی، قتل‌های سریالی به یکی از بدنام‌ترین هتل‌های کشور بدل شد. در این هتل 80 مرگ مختلف اتفاق افتاده. 80 مرگ مختلف. چند نفر کشته شدن تا حالا؟ در اواخر سال 2012 یکی از شهروندان ونکوور کانادا به نام الیسا لم تصمیم گرفت به آمریکا سفر کند. الیسا 21 ساله و دانشجوی دانشگاه بریتیش کلمبیا، یکی از دو دختر یک خانواده مهاجر هنگ کنگی بود که در کانادا زندگی می‌کرد و والدینش صاحب یک رستوران چینی بودند. الیسا در 28 ژانویه به لس آنجلس می‌رسد و پس از مدتی ارتباطش با خانواده قطع می‌شود. خانواده الیسا پلیسا در جریان این اتفاق قرار می‌دهند. تیم مارسیا کارگاه بخش قتل و آدمربایی پلیس لس آنجلس مسئول رسیدگی به این پرونده می‌شود و ابتدا از خانواده الیسا محل اقامت او را در تماس آخری که داشته می‌پرسند و با نامی که می‌شنوند نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. هتل سیسیل. پلیس با حداکثر ظرفیت یعنی 20 کارگاه بخش جنایی به این هتل می‌روند تا تحقیقات را آغاز کنند. امی پرایس مدیر هتل سیسیل با توجه به اتفاقاتی که در این هتل افتاده است، این هتل را باغ وحش صدا می‌زند. طبقات بالای هتل در بین کارکنان هتل به کشتارگاه معروف شده و روزانه چندین تماس با 911 گرفته می شود. با این تفاصیل دور از ذهن نبود اگر اتفاقی داخل هتل برای الیسا افتاده باشد. کارآگاه مطمئن بود که هرگز الیسا را پیدا نخواهد کرد. امی به پلیس گفت که الیسا در 28 ژانویه به باغ وحش همون هتل سیسیل آمده و در اتاق 506 که مخصوص بانوان است مستقر شده و قرار بود 4 روز در آنجا اقامت داشته باشد. پلیس متوجه شد که کارکنان هتل وسایل الیسا را از اتاقش خارج کردند. امی در پاسخ به پلیس گفت که این جزء و اصول هتلداری است. وقتی مهمان اتاقش را تحویل نمی‌دهد و خبری هم از او نیست، وسایلش را بسته‌بندی و به مدت 1 ماه در انبار نگه داشته می‌شود. یکی از روزنامه‌نگاران پیگیر اخبار الیسا متوجه می‌شود که بیشتر فعالیت مجازی الیسا در شبکه اجتماعی تامبلر بوده است. و پلیس هم از این پلتفرم به عنوان منبع اصلی تحقیقات استفاده می‌کند. فوریه 2013 6 روز پس از ناپدید شدن الیسا، پلیس به همراه خانواده الیسا 6 کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند و از مردم برای حل این پرونده کمک می‌خواهد. پلیس هنگام بررسی دوربین‌های هتل الیسا را در آسانسور می‌بیند. فیلمی که می‌بینند همه را وحشت زده می‌کند. در این فیلم الیسا تمام دکمه‌های وسط پنل آسانسور را می‌زند ولی آسانسور حرکت نمی‌کند. رفتارش به گونه‌ای است که گویا خود را از کسی پنهان می‌کند. شروع می‌کند به انجام حرکات عجیب، مدام جلو عقب می‌رود و دستانش را به طرز عجیبی تکان می‌دهد. حرکاتی مانند احضار ارواح یا این
که گویی در حال صحبت کردن با کسی است که دیده نمی‌شود و بعد از سمت چپ آسانسور خارج می‌شود و چند لحظه بعد در آسانسور بسته می‌شود. این ویدیو تکان دهنده چیزی حدود 25 میلیون بار دیده می‌شود. این فیلم تو یوتیوب هست، میتونید ببینید، من واسهتون میذارم. پلیس متوجه می شود که الیسا ابتدا با چند دختر دیگر در یک اتاق بوده و به علت رفتارهای عجیبش کارکنان هتل او را به اتاق دیگر منتقل کرده بودند. در این حین اتفاق عجیب دیگری می افتد. در 19 فوریه ساکنان هتل از بوی بد و تغییر رنگ آب شکایت می کنند. کارکنان هتل برای بررسی به سمت منبع آب که در پشت بام قرار داشت می روند. یکی از کارکنان هتل با استفاده از نردبان از تانکر آب بالا می رود و با برداشتن دریچه جنازه شبحگونه‌ای می‌بیند که داخل آب شناور است، کاملا سفید و با ظاهری وحشتناک. پلیس را خبر می‌کنند و مشخص می‌شود که جنازه الیسا آلم است. جسد در حال تجزیه شدن است و لباسهایش در انتهای تانکر پیدا می‌شود. قلمپ در پشت بام دست نخورده است و تنها راه دیگر برای رفتن به پشت بام پله‌های اضطراری است. برای پلیس نحوه رفتن الیسا به پشت بام با توجه به مسیر سخت و خطرناکش و ورود به داخل تانکری که ارتفاع بلندی دارد مشکوک است. تجربیات پلیس نشان می‌دهد که الیسا به قتل رسیده. جسد الیسا به پزشک قانونی فرستاده می‌شود. صحنه جرم انگشت‌نگاری می‌شود. نتیجه تحقیقات این است که هیچ اثری از شخص دیگری در آنجا نیست. هیچ ردی از درگیری فیزیکی یا اعمال خشونت نیست. و نتیجه خودشکافی هم می‌گوید که هیچ صدمه‌ای به بدن الیسا وارد نشده و باید منتظر جواب آزمایش‌های سمشناسی باشند. به موازات تحقیقات پلیس، افراد کنجکاو هم در حال شایعه پراکنی و تحقیقات مستقلند. یک یوتیوبر متوجه می شود بسته نشدن در آسانسور به خاطر زدن دکمه هولد توسط الیسا بوده. دیگری متوجه شباهت ماجرای الیسا با فیلم آب سیاه می شود. این فیلم ژاپنی 10 سال قبل از حادثه الیسا ساخته شده بود. در این فیلم مدل و رنگ لباس کاراکتر اصلی شبیه به لباس الیسا است. تغییر رنگ آب آنجا هم اتفاق می‌افتد و او هم مانند الیسا به داخل مخزن آب سقوط کرده و می‌میرد. بعضی معتقدند قاتل به تقلید از این فیلم الیسا را به داخل مخزن آب انداخته. چند ویدیو از یک خواننده راک پیدا می‌شود که در همان روزها شبیه به مرگ الیسا ساخته شده است. این خواننده ظاهری شبیه به شیطان پرست‌ها دارد. سیلی از اتهامات به سمت این خواننده روانه می شود، اما اون ویدیویی منتشر کرده و تمام شایعات را رد می کند. با فشار رسانه ها پلیس از این شخص بازجویی می کند و مشخص می شود که او در روز مرگ الیسا در مکزیک بوده و از او رفع اتهام می شود. با این وجود این خواننده دیگر نمی تواند مانند سابق زندگی هنری خود را ادامه دهد و قربانی زنده این پرونده می شود. تیم مارسیا در مصاحبه با خواهر الیسا متوجه می شود که رفتارهای غیر طبیعی الیسا سابقه داشته و حتی مدتی در بیمارستان روانی بستری بوده است. جواب آزمایشات سمشناسی نشان می‌دهد که الیسا هیچگونه الکل و مواد مخدری مصرف نکرده است، ولی مصرف داروهای مخصوص اختلال دو قطبی تایید می‌شود که روزانه 4 نوع قرص مختلف بود. ولی این اواخر به مرور مصرفشان قطع شده بود که او را در معرض تغییر خلق و خوی قرار داده بوده. و با این اوصاف رفتارهای عجیب الیسا داخل آسانسور توجیه پیدا می‌کند. گروهی از روانشناسان با بررسی ویدیوی آسانسور به این نتیجه می‌رسند که الیسا داخل آسانسور دچار فروپاشی کامل روانی حاصل از ترس می‌شود و کمتر از 5 دقیقه به جنون می‌رسد. 21 ژوئن 2013 نتایج پزشک قانونی منتشر می‌شود و مرگ الیسا غرق شدن در مخزن آب بدون هیچ درگیری اعلام می‌شود. ابتدا علت مرگ نامعلوم عنوان می‌شود، ولی بعد از چند روز به مرگ تصادفی تغییر نام پیدا می‌کند. حکم دادگاه هم گزارش پزشک قانونی را تایید و فرضیه قتل را رد می‌کند. افکار عمومی قانع نشده و معتقدند که پلیس و پزشک قانونی
چیزی را پنهان می‌کنند. با گذشت زمان پرونده الیسا لم همچنان مورد حرف و حدیث است و افراد بسیاری این پرونده را باز تلقی می‌کنند. ویدیوی امروز به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. میدونم یه سری ایرادات داشتم ولی خب به مرور اصلاح میشه. لایک و ساب یادتون نره. گودبای.